خوش اومدید. شما رو اینا که رد و بدل کردیم و اینا ما با این دوست شدیم. ما با این دوست شدیم و بعد من عاشق این شدم و یعنی که شدید خیلی عاشق شدم. بعد زنگ میزدم و فلان و اینا، دیدم این آخر دیگه هرچی زنگ میزنن این داره مثلا به قول امروزی میپیچونه. ما با یکی از دوستامون بودیم اون موقع موتور داشت. تو پاک داشتیم سول میزدیم اینا، بریم قلیون داشتیم قلیون میکشیدیم و اینا. یه دفعه یه قیافه دیدم ترک یه نفر. حالش نگاه کردم صدای اینه اونه. بعد به دوستم گفتم فلانی خیلی شبیه اون بود. گفت نه آقا شبیهش تو نگویی دیده. آره منم اصلا رفت رو مخم، خیلی خود دوستش داشتم. گفتم بیا بریم دنبالش. اینم همین آقا اون نیست، به پیر به پیغمبر اون نیست. ما رفتیم دنبالی دیدیم نه بابا خودشه. آره طرف یه پسره‌ای بود، پسره از این از اونا زده بود و اینا. دیدم لب یه قلیون آوردن و رو جدولا نشسته بود. نظر من قشنگ نبود یه دختر بی لب جدول بشین و پسرها و فلان. بعد از اون دیگه من اون شعر بچه ننه رو گفتم، لیاقت تنیناتی باشی با اون بچه ننه. بنده خدایی میخوام که اگر که امکانش هست برامون بخونی. هر چی که الان حال میکنی. اسم منو دیگه نیار. چه شعری. حالا یه تیکه اسم من رو بخونی و یه عاشقانه برام بخونی. اسم من دیگه نیامر جلوی چشایم دیگه نیار. ای دختر ای بی حیام بجور از عید بدم میاد. بزا برایم میلام سام دیگه برام گریه نکایم. برو بشین با یارگرد بشین برایم شناز بکن. بشین برایم شناز بکن. لیاقتت همینه که باشی با این بچه ننه. آخر شنه دنیا به من ببین که شده رقیب من. برو با مو ابرو قشنگ از سرتم زیادیه. اسم من ایم دیگه نیار امروز از صابم قاطیه. میخوام که اگر که امکانش هست برامون بخونی. هر چی که الان حال میکنی. اسم منو دیگه نیار. چه شعری. حالا یه تیکه اسم من رو بخونی و یه عاشقانه برام بخونی. اسم من دیگه نیامر